چه لحظه زیبایی بود این لحظه. مادر فلسطینی که پیکر خونین پسرش را می‌بیند، پیکر خونین پاره تنش را می‌بیند و پاهای او را بوسه می‌زند و بجای اینکه فریاد بزند، زجه بزند و ناله بکند، پیشانیش را به خاک می‌گذارد و سجده شکر به جا می‌آورد. این سجده او از روی بی‌دردی نیست، دلش آتش گرفته. این سجده او از روی این نیست که آگاه نباشد به اتفاقی که افتاده. او خوب می‌داند که فرزند دلبندش گوهر نایابش را از دست داده. اما این سجده او از ایمان بی‌مرزی اوست، از عشق الهی اوست و درک عمیق او از مقام بزرگ شهادت است. او سجده می‌برد چون که می‌داند که فرزندش نباخته است، فرزندش به جاودانگی رسیده است. اون شکر می‌گوید چون که امانتش را پاک به سوی خالقش رسانده است و حالا دلش آرام است و راضی است چون که پسرش در سایه رضایت الله سبحانه و تعالی قرار گرفته است. این سجده در واقع فریادی است در گوش جهانیان که ما را نمیتوان با داغ فرزندانمان شکست داد، بلکه این داغ در واقع قامت ایمانمان را راست‌تر از همیشه می‌سازد. سجده این مادر تنها خم شدن در خاک نیست، بلکه بلندترین ایستادن در مقابل ظلم و بالاترین پرواز در آسمان یقین است. الله سبحانه و تعالی من و شما را چنین یقین و چنین ایمان نصیب بفرماید.